درویش بری خدا کنه هیچ وقت بر نگردی. خیلی ها دایرکت از من پرسیدن خبر استعفای درویش واقعیت یا نه. بله دوستان، تا الان خودم در باشگاه بودم، خبر کاملا واقعیت. فقط مونده دوشنبه باید با استعفاش موافقت بشه. بانک شهر، شما باید یه مدیر فوتبالی بالا سر پرسپولیس قرار بدی. باید ابهت و بزرگی رو به قهرمان بلا منازع فوتبال ایران برگردونی. ما کری با تیم 12ام جدول نداریم، ما کری با جام ندیده ها نداریم. شما هم لطف کنید دیگه با جام ندیده ها کری نخونید. اینا در حدی نیستن ما باشون کری بخونیم، چون ما هرچی کری بخونیم با تراکتوریا اونا بزرگ میشن و اونا لایق بزرگی نیستن. لایک، فالو، قلب قرمز. یه جمله هم واسه درویش بنویس که بازیکنان خوبمون رو داد رفت، تیممون رو